امروز میخوایم بریم سراغ یه بحران دیپلماتیک خیلی حساس، برنامه هسته‌ای ایران و یه مکانیزم تحریمی فوق‌العاده قدرتمند که میتونه کل بازی رو عوض کنه. خب، بیایید یه سفر زمانی کوتاه کنیم به تابستان پرتنش سال 2025. این جمله از وزارت خارجه ایران قشنگ صحنه رو برامون ترسیم میکنه. از یه طرف اروپا داره تهدید میکنه، از طرف دیگه ایران خیلی محکم جواب میده. یعنی ما با یه تقابل دیپلماتیک جدی روبرو هستیم. خب، حالا 2 تا سوال اصلی اینجا مطرح میشه. اول اینکه این مکانیسم ماشه که اینقدر ازش حرف میزنن اصلاً چی هست و چطور کار میکنه و از اون مهمتر اگه فعال بشه چه بلایی سر اقتصاد ایران و زندگی من و شما میاره؟ ببینید، داستانی که میخوایم تعریف کنیم یه داستان 45 ساله است. یه رویارویی اقتصادی طولانی که به یه توافق دیپلماتیک ختم شد. و حالا یه مکانیزم 30 روزه میتونه همه چیز رو خراب کنه. بیایید با هم این پازل پیچیده رو تیکه به تیکه باز کنیم. خب، برای اینکه بفهمیم امروز دقیقاً چه خبره، باید یکم برگردیم به عقب، چون این بحران یه شبه به وجود نیومده. ریشه‌های خیلی عمیقی داره که دهاست ادامه داشته. اگه به این خط زمانی نگاه کنیم، قشنگ می‌بینیم که چطور پله پله تحریما شدن ابزار اصلی فشار روی ایران. همه چیز از سال 58 و بحران سفارت شروع شد. بعدش دهه 70 کلینتون سرمایه‌گذاری تو بخش انرژی رو ممنوع کرد. رسیدیم به سال 85 که سازمان ملل هم وارد بازی شد و به خاطر غنیسازی اورانیوم تحریم‌ها رو شروع کرد. هر کدوم از اینا تنش رو بیشتر کرد تا اینکه بالاخره سال 94 با امضای برجام یه روزنه امیدی باز شد. خب، حالا برسیم به خود این توافق. برجام میدونید هم یه دستاورد دیپلماتیک خیلی بزرگ بود، هم دقیقاً همون چیزیه که باعث شده امروز به این نقطه برسیم. یه جورایی هم راه حل، هم خود مشکل. چطوری؟ الان میگم. برجام یا همون JCPOA که به انگلیسی میگن تهش یه معامله بود. خیلی ساده. جامعه جهانی میخواست خیالش راحت بشه که برنامه هسته‌ای ایران نظامی نمیشه، در عوضش ایران هم میخواست از این انزوای اقتصادی شدید در بیاد و تحریم‌ها برداشته بشن. اصل ماجرا همین بدبستانه. ایران گفت باشه، من غنیسازی اورانیوم رو محدود میکنم و درهای تأسیساتم رو برای بازرسی‌های خیلی دقیق باز میذارم. در مقابل اون 6 قدرت جهانی هم گفتن خیلی خب، ما هم تحریم‌های کمرشکن سازمان ملل، آمریکا و اروپا رو برمی‌داریم. این معامله اصلی قلب تپنده برجام بود. خب، پس چی شد که این توافق به هم خورد؟ نقطه شروعش اردیبهشت 97 بود که آمریکا یک طرفه از توافق خارج شد. این یه ضربه بزرگ بود. بعدش آمریکا دوباره تحریم‌ها رو برگردوند. ایران هم در جواب شروع کرد پله پله تعهداتش رو کم کردن و این کشمکش ادامه داشت تا رسیدیم به امروز، یعنی مرداد 1404 که اروپایی‌ها دارن تهدید میکنن که از آخرین تیر توی ترکشون استفاده میکنن. و اینجاست که میرسیم به اصل مطلب امروز. این آخرین تیر، این ابزار قدرتمندی که اروپا رو دستش گرفته، دقیقاً چیه؟ وقتشه که از مکانیزم ماشه رمزگشایی کنیم. این تعریف خیلی مهمه. مکانیزم ماشه یا همون سنپ بک که بهش میگن یه چیز فوق‌العاده قدرتمنده. میدونید چرا؟ چون به فقط یکی از کشورهای عضو برجام این اجازه رو میده که به تنهایی همه تحریم‌های سازمان ملل رو برگردونه و مهمتر این که هیچ کشوری حتی روسیه و چین نمیتونن این کار رو وتو کنن. انگار یه جور حق وتو برعکسه. حالا ببینید چقدر هوشمندانه طراحی شده. وقتی یکی از طرفا شکایت میکنه، یه شمارش معکوس 30 روزه شروع میشه. توی این 30 روز شورای امنیت باید یه قطعنامه جدید تصویب کنه که بگه نه، تحریم‌ها برنگردن. اگه این قطعنامه تصویب نشه یا مثلا آمریکا وتوش کنه، تمام تحریم‌های قبلی اتوماتیک برمیگردن. یعنی حالت پیش‌فرض بازگشت تحریم هاست. برای همین تقریبا هیچ راهی برای متوقف کردنش وجود نداره. حالا شاید با خودتون بگید مگه آمریکا چند سال پیش همین کار رو نکرد؟ چرا؟ سال 99 دولت ترامپ سعی کرد ماشه رو بکشه، ولی بقیه کشورها گفتن شما که از توافق خارج شدید دیگه عضو حساب نمیشید، پس نمیتونید. اون تلاش شکست خورد. اما فرقش با امروز اینه که بریتانیا، فرانسه و آلمان هنوز رسما عضو برجام هستن. برای همین تهدیدشون این بار کاملا جدیه و از نظر قانونی معتبره. خب، تا اینجا فهمیدیم مکانیزم ماشه چیه و چقدر جدیه. حالا بریم سراغ سوال اصلی. اگه واقعا این ماشه کشیده بشه چه بلایی سر اقتصاد ایران میاد؟
اتاق بازرگانی ایران اومده 3 تا سناریو رو بررسی کرده. ببینید چقدر وضعیت حساسه. حتی توی بهترین و خوشبینانه ترین حالت داریم از تورم 60% و دلار 115,000 تومانی حرف میزنیم. حالا شما سناریوهای محتمل و بدبینانه رو ببینید که اعداد چقدر وحشتناکتر میشن. بیایید فقط یه لحظه روی اون سناریوی بدبینانه تمرکز کنیم. دلار 165,000 تومانی. این فقط یه عدد روی تابلوی صرافی نیست. این یعنی قدرت خرید شما، قدرت خرید من نصف میشه. یعنی قیمت همه چیز از نون و پنیر گرفته تا قطعات یدکی ماشین و دارو سر به فلک میکشه. تورم 90% رو تصور کنید. یعنی اگه شما یه پولی رو کنار گذاشته باشید، سال دیگه ارزشش تقریباً هیچی نیست. یعنی پس‌اندازها دود میشن و میرن هوا. برای یه خانواده عادی این یعنی سفره‌ها روز به روز کوچیک‌تر میشه و خیلی از چیزایی که قبلا ضروری بود حالا تبدیل به کالای لوکس میشه. و این آخری رشد اقتصادی منفی 3%. این کلمه اقتصادیش هست. ترجمه سادهش میشه رکود. یعنی کارخونه‌ها دیگه نمیتونن تولید کنن، خیلی از شرکت‌ها و مغازه‌ها مجبورن ببندن و کلی آدم کارشون رو از دست میدن. اینا فقط آمار و ارقام نیستن. پشت هر کدوم از این درصدها داستان زندگی میلیون‌ها انسانه. ولی تأثیرش فقط اقتصادی نیست. هزینه‌های انسانیش خیلی سنگینه. وقتی تحریم‌ها برمیگردن، یعنی کمبود شدید داروهای حیاتی برای بیماران سرطانی، MS و قلبی. یعنی صنعت نفت دیگه سرمایه‌گذاری خارجی نداره و تولیدش میاد پایین. یعنی هواپیماهای مسافربری ما به خاطر نبودن قطعه روز به روز فرسوده‌تر و ناامن‌تر میشن. خب حالا یکم از اقتصاد فاصله بگیریم و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. از نظر سیاسی و بین المللی استفاده از یه همچین ابزار قدرتمندی چه پیامدهایی داره؟ آیا این یعنی دیگه دیپلماسی با آخر خط رسیده؟ این حرف وزارت خارجه روسیه خیلی مهمه. نشون میده که این کار اروپا بدون جواب نمیمونه. روسیه و چین که هر دو حق وتو دارن به شدت با این کار مخالفن. اونا معتقدن این کار فقط منطقه رو بی‌ثبات‌تر میکنه و این یعنی ممکنه یه شکاف عمیق‌تر و جدی‌تر توی شورای امنیت سازمان ملل به وجود بیاد. و همه اینها ما رو به این سوال آخر میرسونه. با وجود چنین ابزاری روی میز، آیا واقعاً راهی برای دیپلماسی باقی مونده یا اینکه دیگه باید قبول کنیم جنگ اقتصادی تبدیل به یه وضعیت عادی و همیشگی شده؟ فعال شدن این مکانیزم ماشه فقط سرنوشت برجام رو تعیین نمی‌کنه، بلکه میتونه آینده روابط بین‌الملل رو هم تغییر بده. یه سوال بزرگ که جوابش هنوز معلوم نیست و باید منتظر موند و دید.